بر این فرزند به همت و ناجوانمرد، تو بر این فرزند ناآدم میخواهد آغوشش بگیرد، میخواهد از پیشانی تو بوسه کنه، اما تو جوانی بی سواد و جاهل به سوی مادر فریاد میکنی، مادر گریان میکنی، اشک مادر میریزانی. مادر خوب از روی تو رنج عذاب کشیده است، برای تولدی تو خیلی رنج کشید، به مرگ دست به گریبان شده بود. نجاست های تو را با دستای زیبا و نازکش میشوشت و پاکیزه میکرد. ای ابله، و سوش ما فریاد میکنی، با گریانش میکنی. شبی که تو را خواب نمیبود او خواب نداشت. ببینه که مادرها چی سوزش دارند. مادر 5 سال یا 6 سال میگه فرزند شنیدی، از غم فرزند، از داغ فرزند، از فراق فرزند دردمند شد، جاگه بیماری افتاد. دایم با فرزندش میگه، با تلفن صحبت میکرد، دایم صحبت میکرد، فرزندم پسرم بیا، من از تو چیزی طلب ندارم، نه پول دمن در کاره، نه مال دمن در کاره، نه دارندگی، هیچ چیز از تو دمن در کار نیست، فقط تو را میخواهم. این فرزند میگه دایم وعده میداد، میگه مادر جان میام، به نزدیکی میام، فقط وعده میداد. مادر به حالت افتاد که بیماریش خیلی سخت شد، خیلی با بیماریش یعنی به جاگه مرگ افتاد. فریاد کرد فرزندش، گفت با بچه‌م زنگ بزن، آخرین جمله ها ما خطیش صحبت کنم. زنگ زد، این مادر با فرزندش صحبت کرد، گفت فرزندم، گفت خیلی حالت من وضعین است، از عمر من شاید که 1 روز یا 2 روزی دیگه مانده باشه، من حالت من خوب میدانم، خیلی حالتم سخت است، اگر فردا آمدی من دریا میکنی و میبینی، اگر نه آمدی بچم دیدارا در قیامت، در این دنیا دیگه من دیده نمیتون. این فرزند مثل دائما هر وقت فریب کرد، گو آچه جان، گو پگه میام، پگه گو سحر در سمالیات میپرم، سحر در دوشنبه میشم، شاید به ساعت 12 تا 1 در نزد شما شد. این مادر فردا شد، میگه جانش میسوزه، گاهی به خود میشوه و وقتی به خود میاد در حال میپرسه، میگه فرزندم رسید؟ آیا بچم رسید؟ بچم آمد؟ ساعت وقت رفته ساده است، ساعت 10 11 12 شده است، فقط وقتی به خود میآید چیزی نمیپرسه، میگه فرزندم رسید. ساعت به 1 رسید، میگه در نزد این مادر دختری کلانیش نشسته بود. دخترش فریاد کرد، صداش آهسته آهسته میبرآمد، دیگر قوتی نمانده بود که بلند گپ زنه. دخترم گفت نزدیکتر بیا. گفت چی میگوی آچه جان؟ گفت آخرین آرزویی که من از فرزندم داشتم، این آرزوی من تو به جا میاری. دخترم گفت وقتی که داده را از در خانه در آمد، یعنی که رسید، او را بخیز در آغوشت بگی، در آغوش بگی و از پیشانیش بوسه کن، از پیشانیش بوسه کن و براش بگو که این آخرین آرزوی مادرت بود. براش بگو که مادرت میخواست که آخرین بار تو را در آغوش بگیره و از پیشانیت بوسه کنه. اگه مادر چیزا گفت، چشمها را پوشید و دیگر چشمها را نگشود. بعد از این جان به جانان سپارید. مادر ببین برادری عزیز چی سوزش دارد، چی آرزو دارد. تو بر این فرزند به همت و ناجوانمرد، تو بر این فرزند ناآدم میخواهد آغوشش بگیرد، میخواهد از پیشانی تو بوسه کنه، اما تو جوانی بی سواد و جاهل به سوی مادر فریاد میکنی، مادر گریان میکنی، اشک مادر میریزانی. مادر خوب از روی تو رنج عذاب کشیده است، برای تولدی تو خیلی رنج کشید، به مرگ دست به گریبان شده بود. نجاست های تو را با دستای زیبا و نازکش میشوشت و پاکیزه میکرد. ای ابله، و سوش ما فریاد میکنی، با گریانش میکنی. شبی که تو را خواب نمیبود او خواب نداشت، تا سحر تو را الله میگفت، تا سحر همراهی تو بیدار بود. وقتی از خواب میخستی خودش نمیخورد و اول تو را میخورانید.
خودش بار نمیکرد و ترا میپوشانید که مبادا خنک نخوری. یه خوب بدانه جوان، ای شخصیتی که به سوی مادر فریاد میکنی، ای شخصیتی که قدر مادر رو نمیدانی، حق مادر رو ادا نمیکنی. مادر خیلی بزرگوار است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون میفرمایند که رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. تن خاک در بینی شخصیت باد. مردم ما هم یک دعا دارند، مادرها میگن خاک در دهنت یا این خاک در سرت میگن. پیغمبر بزرگوار میگه خاک در بینی شخصیت باد، خاک در بینی شخصیت باد، خاک در بینی شخصیت باد. اهل اصحاب اونجا حاضر بودن، پرسیدن من یا رسول الله، یا رسول الله شما کی را در نظر داره؟ خاک در سر و بدن و در بینی کدام شخصیت؟ پیغمبر بزرگوار گفتن من ادرک والدی عند الکبر احدهما او کلاهما فلم یدخل الجنه. تن خاک در سری شخصیتی که، خاک در بینی شخصیتی که پدر و مادر یا اینکه یک کدامی از اونها را زنده در حیات میابه، خدمت اونها را نمیکنه، دعای اونها را نمیگیره، اونها را از خودش راضی نمیگردانه. خاک در سر و بدن شخص امو جوانی که پدر و مادر آزار میدیه، پدر و مادر خفه میکنه، پدر و مادر غمگین میگردانه. آهی پدر و مادر، والله قسم برادر عزیز، حیاتی ترا میسوزانه، حیاتی ترا تلخ میگردانه. اون آهی که اون مادر داره ترا به بدبختی میرسانه.